سعید اضافه میشه. محمد رضا پولوانی، محمد رضا بهبودی. هفته 17 لیگ ملی چوگان رو ما در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم برگزار کردیم. 4 تیم از استانهای تهران، البرز، اصفهان و کرمان در این رقابت‌ها حضور داشتند. تیم پاژ کرمان از استان کرمان به مقام قهرمانی دست پیدا کرد. تیم فراجا مقام دوم. تیم ارتش که از یگانهای استان اصفهان ما بود و برای اولین بار در رقابت‌های چوگان شرکت می‌کردند به مقام سوم و تیم بسپارشینی سپیدان هم به مقام چهارم این رقابت‌ها نائل شد. من احمد تیغلی هستم، 35 سالمه و مدت 8 سال دارم چوگان بازی میکنم و عضو تیم شهدای یگانویژه فراجا هستم. امروز هم تونستیم تو این مسابقات مقام دوم کسب کنیم و همینطور که شما میدونید تونستم بهترین بازیکن زمین بشم. محمد رضا بهبودی هستم، 30 سالمه، از 7 سالگی چوگان بازی میکنم، اهل کرجم. خب امروز اومدیم که برای تیم پاژ کرمان توی کرمان بازی کنیم. مسابقات آیین ملی چوگان ایران مسابقات خوبی بود. خب مانجی بود، مانجی مال زمستونه. خدا رو شکر ما اول شدیم. سال خوبی داشتیم برای چوگان، لیگ داشتیم، هر هفته مسابقات داشتیم. طبق لیگ مسابقات انجام شد از اول سال، از اول اردیبهشت، و این لیگو ما داریم تا اسفند ماه و بعد از اون یه استراحت داریم و ان شاءالله از اردیبهشت دوباره لیگمون شروع میشه.